روز چهارشنبه در شهر کمیروو نادژدا اگرکووا را همراه با دو نبیره‌اش کاستی 8 ساله و ماشای 9 ساله که در آتش سوزی مرکزی تجارتی هلاک شدند به خاک سپاریدند. بی همراه نبیره‌هایش در یکی از تالارهای سینمایی زیمنیا ویشنیا فیلمی تصویری تماشا داشتند. زمان آتش سوزی آنها نتوانستند از تالار بیرون آیند و از دود دمگیر شدند. سرگئی اگرکوف و همسر او ناتالیا در یک آن واحد نزدیکان خود را از دست دادند. دهشت فاجعه در آن است که کودکان قربانی سوختار شدند. همه ما ماتم زده هستیم و نمی شود این اندوه بزرگ را با حرفا بیان کرد. روز چهارشنبه در سراسر روسیه ماتم ملی اعلان شد. در این روز جسد 15 قربانی را دفن می‌کنند. بنابر معلومات کمیته حالت‌های اضطراری تنها معلوم کردن هویت 27 نفر امکان پذیر شده است. طبق آمار رسمی در این آتش سوزی 64 تن به هلاکت رسیدند که بیش از 40 نفرشان کودکانند. روز 27 مارس در ده‌ها شهر روسیه به گرامی‌داشت خاطر قربانیان گردی همایی‌ها برگزار شد. از جمله در شهر مسکو 2 میتینگ تشکیل گردید. یکی را مقامات در نزد میدان منیژ برگزار کردند، اما در میدان پوشکین که گردی همایی ساکنان با گلگزاری شروع شد بعداً به اعتراضی ضد حکومتی مبدل گشت. با این گردی همایی مخالفین حکومت فعلی الکسی ناوالنی و گریگوری یولینسکی نیز آمدند، اما آنها سخنرانی نکردند و از صحبت با خبرنگاران نیز کنار جستند. دیروز هزارها شرکت‌دار گردی همایی در شهر کمیروو با شعارهای ضد کورپسیونی خواستار حقیقت در مورد شماره دقیق قربانیان شدند. اعتراضگران در طلب خود استعفای امان تولیف و ملاقات با خود ولادیمیر پوتین را طلب کردند. پوتین یک هفته پیش از فاجعه در کمیروو با 77% آرا به مهلت 6 سال دیگر دوره ریاست جمهوریش را تمدید نمود.